درود، من پیمانم. منم رادینم. منم نگینم. منم آرمانم. منم دورسام. اینجا سیویل کسته. Let's go. مرسی که اومدین. واقعا خیلی خوشحالیم که مرسی دعوت شما کردین. اولین میشه گفت جنسیت مختلفی هستین. مختلف نه چی میشه؟ مخالفی هستین که سیویل کسته. مرسی بچه‌ها. مرسی از من. دیگه قانون شکنی شد. دیگه سیویل نیست. دیگه سیویل. هفته‌تون چطور؟ اول که ویلکام تو ساکرز. خیلی ممنون. امیدوارم که بهتون تا خوش گذشته باشه. خیلی خوش گذشته. خیلی ممنون. خدا رو شکر. خدا رو شکر. میخوای تو بگو رادین بحث چیه؟ حالا قبل اینکه به بحث برسیم معرفی کنید خودتون آره، رو، بگید که اصلا پیشینه‌تون چیه، بک‌گراند و اینا، که مخاطبا بشناسن شما رو. دورسام میخوای تو چه پیشینی؟ از کجا آمدین، کجا زندگی میکنید، چی میخونید؟ نگین 60 سالتونه. نه سن خانم‌ها رو که کلا نمیپرسن. من از آلمان اومدم برای مسافرت اینجا مستر سایکولوژی میخونم. بعد آره دوست همون بریم سایکولوژیست اینجا برای کل برنامه جا چیه؟ دیگه حواستون به خودتون باشه به هر حال. بله شما آره منم یکی از صمیمی‌ترین دوستام دورسا اینجاست. اومدم که تایم بگذرونیم و اینا اینطوری. شما چی درست خانم؟ من 29 سالمه. دورسا خانوم. بعد من اینجا توریسم میخونم، توریسم منیجمنت پی اچ دی. ولی تو ایران بچلرم و انگلیش لیترچر خوندم. تقریبا 2 سال و نیم هست که اینجا. خوبه خیلی. یعنی از 14 سالگی. آره. بیا نباشه. اول گفتین آخه سنمو گفتم. کات می‌کنیم. آره بوق می‌زنیم. خب بحث امروز ما واردش بشیم که بحث بین تفاوت این یکی از بحثایی که همیشه بین دخترها و پسرها، یعنی خانم و آقایون، همیشه یه بحث بزرگی هستش، جنگ و دعوایی هست. اونم تفاوت خانم و آقایون توی رابطه و کلا جذب شدن نسبت به جنس مخالف و ایناست. ما شفاف سازی کنیم دیگه. ما یه مقداری توی اپیزود ولنتاین راجع به صحبت کردیم، ما لینکشو می‌ذاریم بالا به تماشا کنید، تماشا کردیم. ولی از ساید خودمون بیشتر صحبت کردیم. یکم سعی کردیم مثلا تو خانم‌ها صحبت کنیم، ولی خب ما خیلی دایرکت نیستیم که این مسئله. اصلا بلد نیست. آره. یکم سختم هست دیگه. به هر حال شما ساید خودتون دارید، ما ساید خودمون. خانم‌ها خیلی موجودات پیچیده‌تری نسبت به آقایون. اتفاقا این راجع به از همین الان بحث شروع شد. از همینجا داری شروع می‌کنی. خب پیمان جون، سوال اول میخوای بپرسی که بریم سراغش؟ اصلا میخوام از این شروع کنم که به نظر شما دخترها احساساتی ترن یا پسرها؟ احساساتی ترن؟ احساساتی ترن. میخوای جواب بدی اول؟ من جوابم هم حاضر تو آستینم هست. بفرمایید خواهش میکنم. به نظر من احساساتی بودن دختر و پسر نداره، یه چیز کاملا شخصیتیه. یعنی هم ممکنه که توی رابطه پسر احساساتی تر باشه دختره نباشه، یا حتی برعکس. آره اینو نمیشه تعمیم داد به جنسیت به نظر. ولی جنرالی بخوای چه جوابی بدی چی میدی؟ خب به نظرم یه دختر احساساتی تر. اوکی. منم نمیپذیرم. آره درسته جان، شما چی؟ ما مسائل خودم میگیم. منم احساس میکنم دخترها ببین توی احساساتی رابطه تره. آره کلا توی رابطه کدومش آره دخترها، چون اکثرا دخترها خیلی راحت تر میتونن اون ابراز علاقه رو مثلا بگن. آره دقیقاً. ولی پسرها معمولا نمیگن، مثلا آره میگن ما اکتشو میایم فلان اینو. ولی خب ما دخترها دوست داریم زبونی هم بشنویم این عشق. آره خب ولی مثلا شخصا حالا من نظرم میگم با پیمان بعدش هم آرمان، من میگم که پسرها احساساتی ترن ولی بروز نمیدن. اوکی. ولی دخترها این شکلی که خب مثلا همون مقدار احساساتی که دارن و بروز میدن، یعنی برونگراترن نسبت به عواطف خودشون. ولی پسرها خب چون یه جوری همیشه بزرگ شدن، تو فرهنگ ما مخصوصا، من راجع به جاهای دیگه نمیدونم چون بزرگ نشدم اونجا، اینطوریه که همیشه به پسرها میگن که مرد احساساتشو بروز نمیده، مرد فلان نمیکنه، گریه نمیکنه. پسر باید قوی باشه و اینا باعث میشه که کلا پسرها یه جوری بزرگ بشن که احساساتشون زیاد بروز ندن.
و خب حالا این شاید در آینده موجب مشکل بشه، مثلا خودم شخصا احساساتمو زیاد بروز نمیدم، سعی میکنم عملگرا باشم تا اینکه بخوام مثلا با حرف بروزش بدم. همین خودش خیلی بحث داره. آره من میخوام که نوبت به همه دور برسه که فقط ما هی وسط حرفتون بپریم. نه راحت نه اوکیه، ما میتونیم مثلا هر چقدر شما بخواید صحبت یه کنیم. سوال میتونیم 2 ساعت هم طول آره چون همین که مثلا میگی نشون نمیدیم، بیشتر دوست داریم عکس نشون بدیم، ولی ما دخترها یه جایی دوست داریم رو بشنویم. دوست دارم فلانه، عاشقتم، عزیزم، قربونت برم. آره دیگه در حد میانه لوس نشه. آره لوس نشه، چون هر روزم تو کلمه دوست دارم اگه که بشنویم خب دست مثلا چقدر مثلا میگی، ولی به جاش و اینا مثلا خیلی قشنگه. به نظر من تفاوت ولی خب کلا خیلی هست. مثلا شما همین، البته ما الان میخوایم توی رابطه رو بگیم، شما همین پدیده بریک اپ رو در نظر بگی. مثلا دخترها دیگه فکر کنم چیز ثابت شده است، اولش خیلی حالشون بد میشه. آره. و مثلا شاید حتی تا یه ماه و اینا هنوز خیلی اینتنس درگیر همه چی هستن، ولی پسرها اولش خیلی راحت شدم، وای فلان بود، چقدر گیر میداد، چقدر این بود. بعد هر چی که بیشتر میگذره، این درست از یه زمانی که اون دختره داره میره دنبال زندگی خودش، کار خودش، پسر دازهش میمونه ای وای. یه مسئله هم که از این حرف درسته، من اصلا نمیخوام به حرف مخالفت کنم، ولی ما تا اینجاشو داریم میبینیم که دختر رفته سر زندگی خودش و حالا پسره یاد دختر افتاده. چیزی که من خودم تجربهشو داشتم، این قضیه تا سالیان سال قرار پسر درگیر اون رابطه بمونه، ولی اون دختر قراره بره دنبال زندگیش و شاید هیچ موقع حتی دیگه اون پسر رو فکرم نکنه. خب این همون ما درگیری احساسیمون خیلی بیشتر، یعنی اگر یه دختری توی قلبمون بشینه تا آخر اون قرار نیست از اون جدا بشه. خب واسه هر کسی دختر هم که بیاد هر کسی هم که بیاد هیچ وقت قرار نیست جاشو برامون بگیره. آره خب ببین دخترها میدونی چرا مثلا شما پسرها بعدن یادتون میفته، بلکه ما دخترها یا یه ماه چند ماه ممکنه حتی زاری شیون، حتی اولش اینطوری که اصلا میخوایم قبول نکنیم که این رابطه به هم خورده، ولی خودمون رو واقعا توی این مسیرش از دست نابود میشیم سرش. بر همین دیگه اون احساسات بعد یه مدتی حقه این میره، ولی شما پسر اولش خوشحالین، به قول نگین وای من آزاد شدم الان میتونم برم دنبال زندگی فلان اینا، حتی ممکنه که اون طرف تو رابطه بره که بهش میگن ریباند، ولی بعدا میگن آی نه، چون به خودشون اجازه رو نداده که اون گریه زاری بکنه فلان. یعنی نظر من اینه. نه ما خب تو طول زمان آینده در نام سرس میشه ریز. این چیزی هم من بتونم بگم، اونم اینه که این قضیه رو شما خب بازم همون قضیه میشه که از کدوم سایت داری نگاه می‌کنی. شما که پیش دختره نیستی، از کجا میدونی با خودش داره نمیبره این موضوع رو تو همه مراحل زندگیش، تو رابطه های بعدیش. اتفاقا یه رابطه‌ای که عمیق بوده باشه برای دختران به نظر من اتفاقا خیلی شاید بد باشه، بخاطر که همش یه چیزی برای مقایسه هست، هی مثلا شاید هیچ دلیلی واسه شکایت و نارضایتی تو رابطه جدیده نیست مثلا، ولی هی فلش بک هست چون مثلا با اون یه باند دیگه ای بوده، با اون یه چیز دیگه ای بوده، ولی خب شماها نیستین که دیگه ببینین، متوجهش نمیشین. ولی حالا من این اضافه کنم، شما مثلا بحث احساسیه رو نمیخوام خیلی واردش بشم که بگم چه شکلیه، چون به قول شما نمیتونیم خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم، هر کی از ساید خودش میگه. ولی واسه پسرها این شکلی نیستش که پسر اول بگه آخه خلاص شدن. حالا اون چیزایی هم که مردم میبینن این شکلیه که مثلا سعی میکنه که خودشو به یه راه دیگه ای بزنه به کوچه علی چپ به قول معروف، به خاطر دور بشه. آره به خاطر اینکه مثلا شما وقتی یه چیزی که حالا دیپ باشه میای بیرون، مثلا واسه خود من این شکلی کار میکنه، اصلا نمیخوام قبولش کنم و برای اینکه اون خلأ رو پر بکنم میرم سراغ کارهای دیگه، سعی میکنم که برم خوشگذرونی کنم، برم مثلا با دوستان بیرون، برم طبیعت مثلا، یا هر کسی اون بسته به شخصش داره، ولی تا یه مدت این خلأ پر میشه ها. ولی دیدید مثلا این خونه ها هستن اسباب بازی بچه‌ها، بعد مثلا کیوب بندازی بره تو مثلث نمیره، اون مثلا تا یه تایمی کار میکنه ها، ولی بعدش دیگه اون خلأ رو آدم احساس میکنه، اونجاست که بروز میده تو پسر خودش. چه مثال کیوتی زد نه؟ اما تنها چیزی بود که به ذهنم میومدش. تو صحبت نکردی. حواسمون هست. نشسته همه گوش میدم.
تحلیل کنه. بکنم سایکولوژیستمون آرمانه امشب داره ابزرو میکنه همه رو ببینه چی میگه بعد نتیجه گیری. من می‌نویسم شما همتون مشکل روانی دارید. نظرت خب چیه؟ کلیت از نظر من این که در درجه اول به نظرم مردا به نظرم دیپتر احساساتی میشن. چیزی که زنها واردش میشن از لحاظ رابطه، از لحاظ احساسات اینه که خیلی سطحی تر اولش و شاید به مرور زمان این دیپتر بشه و علتی هم که به نظر من بعد از بریک اپ پسرها اوایلش نمیفهمن به خاطر اینکه این رابطه خیلی دیپتره، تا بیاد به مغز استخونش برسه دیر میشه. یعنی برای همین اولش میگه خیش راحت شدم، ولی مثلا دختر اینجوری وای مثلا چیز شد اینا. خب به خاطر اینکه قضیه خیلی سطحی تر بوده. ولی یه پسر واقعا اگر واقعا احساسش واقعی باشه به اون شخص مقابل نابود میشه. من فکر کنم این آقا هم تجربه کرده، من هم تجربه کردم. راجبه نه راجبه الان این جمع دارم میگم. اوکیه. آره خیلی تجربه کردم و خب واقعا اذیت میکنه، مغز استخونتو میخوره. آره دیگه. و این بخوام بگم کی احساساتی تره، عمیقاً میگم پسرا ولی نمیگم دخترها احساساتی نیستن. دخترها هم خیلی احساساتی هم، ولی اصلا فرق میکنه، نمیتونم بگم یکیه. ببین پس شاید بهترین جمع‌بندی این باشه که فرق میکنه، چون الان تمام مثالایی هم که زدیم هرچی هم که گفتیم یه جورایی توضیح این تفاوته بوده. اینکه فرق میکنه که 100% فرق میکنه. اینکه احساسه تا چه حدی قرار امین باشه به نظر شما کدومش امین در حالا؟ الان شما ساید پسر رو هم شنیدیم، ما هم ساید شما رو شنیدیم. به من یه چیزی که متوجه شدم اینه که شما خیلی مثلا چطوری دارم دنبال کلمه‌اش میگردم، مثلا اینطوری نیستش که هر ارتباطی، هر رابطه‌ای که واردش میشین همین پتانسیل هستش که تمام اتفاقا بتونه بیفته. صرفاً یک شخص خاص مثلا ممکن شاید تو تمام زندگیتون یه نفر یا دو نفر بتونه همچین تأثیری روتون داشته باشه، ولی در صورتی که من فکر کنم دخترها وقتی که مثلا کلاً یکم از رابطه‌شون میگذره و به اون طرف هی بیشتر اجازه میدن که تو زندگیش بیاد، اون شخص هم حتی مثلا شاید اونقدر یا لازم نیستش که یونیک باشه، همین که این همه تایم مثلا هنوز مونده تو زندگی اون شخص، ناخودآگاه اون قدرت رو پیدا میکنه که گند بزنه به زندگی اون دختر. به نظرم که شما با هر آدمی حتی اگه احساس هم اوایل بهش نداشته باشید تا یه تایم طولانی، وقتی زمان خیلی زیادی به اون آدم میگذرونی احساس بهش پیدا میکنی. دقیقاً. یعنی شما ممکنه حتی با خواهر برادرت هم زیاد چیزی نباشی، ارتباط خوبی نداشته باشی، ولی چون تایم زیادی با هم دیگه گذروندید دیگه ریشه کرده توی وجودتون اون رابطه. عادت میشه. آره. بریم سر سوال بعدی. آره اوکی برو. یه دونه انتخاب کردم خیلی خوب بود. دخترها چه میزان توجه از پارتنرشون انتظار دارن؟ اینو که من و تو چیز نمیتونیم جواب. حالا ما میتونیم نظر خودمون ولی اول میتونیم با توجه به شنیده های ما آره نظر میخوای تو بگو. یا میتونیم ما ببخشید میتونیم بگیم که ما چقدر میتونیم این توجه رو بشنویم، ببینیم چقدر ما میتونیم توجه کنیم. میشه مثال بزنی؟ من میگم بعد با توجه به چیزی که گفتم میتونیم مثلا فکر بریم. به نظر من یکم مهمترین چیزا واسه دخترها اینه که اولش دیدی چجوری شروع میشه، مثل چرخ و فلک اینجوری هی بالا پایین داره، اصلا همه چی اینتنس، همه چی زیاد. بعد مثلا یه خورده که میگذره، حالا تایمش مثلا برای هر رابطه یا هر شخص متفاوته، مثلا نمیتونم بگم مثلا بعد 2 هفته که میگذره یا بعد نمیدونم چقدر که میگذره، ولی مثلا یهو انگار همه چی فرق میکنه، مثلا اون توجه به اون بعضی که قبلا بوده نیست، انگار مثلا مثل کنترل تلویزیون این که همیشه اینجا هست، این مثلا عادی میشه. من این جواب خیلی خوب واسه این دارم، حالا سیوش میکنم واسه اینکه شما صحبتاتون تموم شدهش. آره چیز لپ مطلب همین درست شو بخوام. من فکر کنم مهمترین قسمتش این که توجه رو مثلا هر چند وقت یه بار پسرا با خودشون فکر بکنم اوکی مثلا شاید اوله رابطه چون 10 دفعه میبردمش
توی مثلا یه ماه دیت، حالا الان مثلا با هم زندگی میکنیم، اوکی یکم شاید ویرد باشه که من 10 دفعه توی یه ماه ببرمش دیت، یا چه میدونم نمیرسیم کار داریم این هست اون هست. ولی یه جورایی مثلا دخترها خیلی چیزای ریز و کوچولو براشون با اهمیته، مثلا اون ریزه کاریا رو سعی کنیم، مثلا چه میدونم یه بار بیا یه گل بیار همینطوری بی مناسبت خونه، بگو مثلا چه میدونم من امروز داشتم اکسترا خیلی بیشتر از چون دیروز بهت فکر میکردم این گل رو واسه آوردم. یه چیزای ریز کوچولو لازم نیست حرکت خیلی جنجالی باشه، ولی یه چیزی همیشگی خوبی باشه. پس شما داریم این دختر دنبال دیتیله تا کلیت، جزئیات رو توجه می‌کنید. جزئیات خیلی براشون مهمه. جزئیات براشون مهم‌تره. جزئیات خیلی براشون مهمه. جزئیات براشون اهمیتش بیشتره برای خانم‌ها. ببین ناخودآگاه یه دیدی دارن که خیلی مثلا چه میدونم امروز چطور مثلا خیلی مثال امروز چرا مثلا تکست صبح بخیر برای من ننوشت، معنی خاصی داره. آره. مثلا چه همیشه مینوشتی مثلا هر روز این کارو کردی، الان دستم ناراحت شده، الان باید به چیز خاصی بکنم، چرا صبح بخیر میفتی تو این فکرها. خب من یه جواب بدم به صحبت شما. خواهش میکنم. شما گفتید که خب مثلا اون اوایل مثلا یه جوری توجه میکنه، بعد که میگذره یه جور دیگه میشه. من این تجربه شخصی خودمه، یعنی که نه فقط صرفا من تجربه کردم، دیدم تو بقیه و اینا بوده. شما وقتی که یه سدی رو میشی، یعنی مثلا شما اوایل رابطه یه سیلی از احساسات میادش و پسرها خیلی شوق دارن، من طرف خودمون صحبت میکنم، فکر میکنم واسه هم یکی باشه. پسرها اینطوریان که خیلی ذوق دارن و خیلی هیجان دارن و سعی میکنن که تمامشون رو 100% خودشون رو بذارن. ولی یه مدت خب میگه که دیگه اون اشتیاق اوله رو خب هیچکی نداره، یعنی چه دخترها چه پسرها دیگه اون شوق و ذوق اولیه رو ندارن. بعد وقتی که شما یه جوری رابطه رو شروع میکنی، بعد ببریش بالا، نباید ببریش پایین. وقتی شما از بالا مثلا از نقطه 100 شروع میکنی، دیگه بالاتر از اون وجود نداره که شما بخوای بری و شرایطشو نداری. ولی وقتی از نقطه مثلا 50 شروع میکنی، همیشه جا واسه این داری که بری بالاتر. بخاطر همین آدم باید کنترل شده احساساتش رو به طرف بروز بده، نه باید یهویی بروز بده و یهویی بیاد پایین. این که 100%، ولی شاید این که بتونه توی یه طیفی هم نگه داره مثلا. آره من گفتم همه چی باید بالانس باشه. آره ولی همیشه نمیشه این اتفاق. مثلا این قضیه صبح بخیره یه جوریه. نظر شما چیه؟ نفسه. آره خیلی چیزا داره. آخه ببین من کلا تو رابطه خیلی تجربه زیادی نداشتم. اون کلا خاطر همین زیاد نمیتونم راجع به آدم‌های مختلف بخوام خیلی نظر بدم فلان کنم مثلا کنم. طبق تجربه شخصی که خودم داشتم، آره شما پسرا، حالا این چیزی که خودم دیدم تجربه کردم، اولش میاین ذوق و شوق فلان توجه نشون بدین، حالا کادو بخرین فلان کنین. به قول نگین درسته ما دیتیل دوست داریم، ولی کادو یه وقت واسه ما مهم نیست. خب ولی تو طول رابطه اصلا همه اون توجهایی که اون اول میکرده اصلا دیگه کلا از بین میره، یعنی دیگه اصلا نیست. به قول نگین نه اون سلام صبح بخیره هست، نه اون که مثلا حتی خود آدم پاپیش میذاره میگه مثلا امروز چطور بود، چه جوری بود، فلان بود، یه کار جدید انجام بدی فلانه، ولی انگار واسش عادی شده. ولی واسه ما دخترها اینطوری نیست. ما دوست داریم همون جوری که بوده، حالا نه به اون شدت، قاعدتا مثل اون اولش نیست، اون هانیمون پریود مثلا فلان همه چی ذوق داری فلان، یه آدم جدید و یه چیز جدید تجربه کنی و اینا، حالا نه به اون شکل، ولی میتونی بالانس نگهش داری. ولی بعضی این کارو نمیکنن، یهو دیگه اصلا فیک میشه، اصلا میره فلان بیسار واسش عادی میشه. حالا یه سوال، شما میگید پسر این کارو بعد این مدت نمیکنن، چرا خود دخترها این پیشنهاد نمیدن؟ خب از کجا میدونید نمیدن؟ آره مثلا من خودم نسبت به تجربه شخصی پیشنهاد دادم، مثلا خب فلان کنی، من احساس میکنم که یه ذره همه چی داره میره پایین 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 پایین، بیا مثلا کار جدید انجام بدیم، اگه مشکلی هست با هم حلش کنیم فلانه. ولی طرف حاضر نیست حرف بزنه. من یه مشکلی که هر یه بحث دیگه مثلا یه سوال دیگه راجع به موضوع باشه، پسرا اصلا دوست ندارن راجع به مشکلاتی که هست تو رابطه حرف بزنن. راست میگه. معمولا نمیگن. مثلا من خودم شخصا یه مشکل داشته باشم خیلی راحت، چه دوست چه تو رابطه چه هر چی میگم من این مشکل رو دارم با تو، میتونی حلش کنی، یا مثلا با هم به این نتیجه برسیم که بتونیم اینو حالا چجوری بگم هندلش کنیم. آره ولی پسرا معمولا این کارو نمیکنن، نمیان بشینن بگن که مثلا من درسته مثلا این مشکل رو با تو دارم،
مثلا ببینیم چه راه حلی باید براش انجام که یه حد وسطی که حلش کنیم. معمولا شماهای مدلی نیستین کار نمی‌کنید طبق تجربه خودم. بعد بذار بگم اتفاقا ولی من این وسط این پرانتز رو باز کنم. من همیشه فکر می‌کنم این قضیه برعکس. منم میگم برعکس. ببینید بذار من یه چیزی بگم. خب نه بذار من بذاریم بنده خدا صحبتش 3 نفر بعد یهو مثلا یه جا که مثلا دیگه مثلا طرف دیگه خیلی مثلا به اینجاش میرسه یهو میاد همه چی رو میگه. میگم خب تو اگه این همه مشکل داشتی تو این مدت خب از اول میگفتی. بعد یهو میای همه چی رو میگی. خب من که خب من کجا من که علم غیب ندارم میفهمم حتی ما دخترها حس شیشمون خیلی قویه. میان میگیم که مثلا ناراحتی چی شده؟ نه هیچ نیست عزیزم مشکل شخصیمه حلش میکنم اینا. بعدن که یه جای یه چیزی در میاد میگه من اینو خب بابا از اول اگه به آدم بگیم منم میفهمم حالا حلش میکنیم اگه حل شد نشد اون موقع مثلا یه تصمیم اساسی واسش میگیم. آره به نظر من خیلی برعکسه. ولی من از هر کی دختره که مثلا بوده توی موقعیت بودیم همه همین نظر رو داشتن. بعد تعداد دختر بیشتر می‌مونه الان 3-2. آرمان الان اذیته. آرمان خیلی اذیته. آرمان دیگه خیلی دارم نگه میدم خودم. بگو راحت باش. می‌خوایم بحث کنیم. جنریشن فرق میکنه در درجه اول به نظر من. قرار شد سن رو وسط نکشیم. ما سن رو وسط ما جنریشن. جمشی میگه جنریشن نگاه چند سال تمام. من یه لحظه احساس کردم یه ماموتی هستم که دست و پا در نه بابا این چند نفرمایید ما اصلا حرفی نزدیم. من به نظرم اینو من بگم بعد بریم سراغ آرمان. بفرمایید. من به نظرم یعنی نوع رسوندن دخترها این مسئله گویش دخترها راجع به این مسئله به پسرها شاید متفاوت باشه چون ماها نمیفهمیم اگه همین چیزی وجود داشته باشه موقع ما نمیفهمیم که شما میخواید مشکلی رو حل کنید. من مثلا اینطوری هم که میبینم دختر یه اکتی میکنه ولی نمیفهمم این اکتش واسه چیه. یا مثلا دختر میگن که خب بفرمایید شما خواهش میکنم چون من کار دارم. آره من میدونستم شما قراره آرمان اذیت اینجوری الان. بگو مثلا دخترها ناراحت میشن میگن آره مثلا تو من ترجمه میکنه شب بخیر. ولی من مثلا شب تا صبح داشتم با صحبت میکردم. الان مشکلت چیه؟ میگه هیچی. مرسی. من میگه بعد اصلا چند وقت میگذره فرداش تو با کی تو رابطه بودی؟ احتمالاً دختر چون ببین بذار من میخوام که فیر باشم اینو قبول دارم هستش اینطوری میگن هستش. هیچی بعد فرداش میگه آره تو به من توجه تو نگفتی پیگیر نشد. خب وقتی میگه هیچی من دنبال چی بگردم تو اون داستان؟ اون ممکنه چیزای خیلی کوچولو بوده که مثلا پسر دقت نکرده ولی من چیزای کلی رو گفتم. خب آرمان جان بفرمایید یه آتش فشانی هستی که داری نه خیلی نه میخوام خیلی کنترل شده حرف بزنم. عرض به حضورتون شود که ببین کلا قسمت مرد خیلی سیمپله یعنی از نقطه A میره به نقطه B. خب مغز مرد اینجوری کار میکنه. واقعا جدی میگم. ولی دختر اینجوریه که A میخواد بره به B اینجوری میشه A. شما با کیا تو رابطه؟ من با سوالشو نکنید. چرا به من اشاره میکنی؟ نه این به B قرار برسه. شما نقطه B ممکنه باشه. آره ولی میخوام بگم ببین ما روی خط کار میکنه مغزمون خب ولی شما اینقدر پیچ و قوس دارین به قول خودتون همون دیتیلای خودتون میشه و یهو میگه که همین بحثی که پیمان کرد مثلا دختره یهو چیز میشه یهو ریاکشنش عوض میشه چی شده هیچی نشده همه چی خوبه آره همه چی خوبه خب چرا اینجوری یعنی نمیفهمی من چی رو باید بفهمم؟ من چی رو باید بفهمم؟ ممکنه قبلا دختره اینو منشن کرده باشه که مثلا این کاری که تو الان انجام میدی من دوست ندارم شما دوباره اینو انجام میدی بعد اون موقع ما ناراحت میشیم دیگه نمیدیم چون یه بار آلردی گفتیمش. من واقعا چی بگم جفتش درسته هر دو تاشو من دیدیم دیگه که داریم میگیم هم ساید تو رو دیدم هم ساید تو رو دیدم مثلا برای من بیشتر اونطوری بوده مثلا من یه بار گفتم دو بار گفتم سه بار گفتم ببینم طرف گوش نمیده میگم یعنی خب بعد مهم نبوده دیگه اگه بودش که قبول دارم ولی اونم آدم دیگه گفتم دیگه و
اینکه چقدر برای اون شخص مقابل مهمی واقعا خیلی تاثیر کمی نداره. چون اگه طرف مقابل همینجوری صرفا وارد رابطه شده باشه که وارد رابطه شده، خب قاعدتا من خودم اگر تو همچین شرایطی باشم من خودم میام در اولویت قرار میدم. پس حرف تو برای من هیچ ارزشی نداره، فقط تفکر خودم برام ارزش داره. پس این نتیجه میگیم اگر همچین اتفاقی افتاده یعنی شما وارد رابطه اشتباه شدید. حالا اگر شما وارد رابطه با آدم درست‌تر شده باشی، حالا درسته آقا بالاخره قرار نیست که همدیگر مثل کتاب بخونیم که اگه حرف زده نشی خب نمیفهمیم. آره. اگه همین جوری که شما میگی باشه انقدر دایرکت میگی خیلی دمت کرد واقعا مشتی هستی دمت کرد. ولی آره من اینو ندیدم خیلی. آره ولی واقعا ندیدم. یعنی مثلا راجع به آدمایی که اطراف من حداقل بودن، من نمیتونم راجع به همه صحبت بکنم، ولی اینطوری بوده که دخترها معمولا انتظاری که از پسرها دارن متفاوت. نه بحث زیادی اصلا نیست. نه بحث واقعا زیادی نیست. بحث اینه که پسرها میگم خیلی اون انتظارات رو سعی میکنن برآورده کنن ولی از یه راه دیگه. یعنی دختره بر فرض مثال ترجیح میده که پسر بهش محبت کلامی بکنه، پسر چون این قضیه رو تو کتش حالا نمیره یا یاد نگرفته یا هر چیز دیگه ای سعی میکنه محبت عملی بکنه، میره کادو میگیره. خب ولی دختر نیاز داره که محبت کلامی بهش بشه. نه خب همین lack of communication. ولی مثلا همون چیزی که گفتم بعد یه قسمت دیگه ای هم هستش، من اکثر چیزهایی که خودم دیدم، یعنی میگم باز هم راجع به اکثریت جامعه نمیتونم صحبت بکنم، اونم اینه که دخترها همیشه زیاد صحبت نمیکنن، پسرها بیشتر راغب این هستن که دخترها بهشون مستقیم‌تر بگن. خب شاید جویی که شما میگید یه مقداری متفاوت باشه و معنیشو ما بد بگیریم نسبت به اون چیزی که شما خیلی دایرکت میگی. مثلا من با آرمان میگم آرمان مثلا من از لباست خوشم نمیاد. خب مثلا خانومه چجوری میگه؟ این چیزی که من دیدم اینه که رنگ لباست شاید اونقدر هم بهت نیادش، خب ولی اینکه آقا این تیشرت خوشم نمیاد، من میگم آقا این تیشرت خیلی بده، من حال نمیکنم اینو نپوش دیگه. این دختره میگه شاید چرا مثلا این رنگو چرا این رنگو امتحان نمی‌کنی؟ شما شاید تو نظر خودت بگی که من بهش گفتم، ولی پسر بعد متوجه شده گفته خب اتهام من گفته اون یکی رنگم بهم میاد، نگفته این تیشرت رو نپوش. خب میتونم بگم دخترام شاید با دخترها فرق داره، ولی اکثریت چیزی بودی که من دیدم. یعنی شما شاید منظورت اون باشه ولی جوری که میگید پسر یه جور دیگه یه برداشت. چیزی هم که از اولش سوء تفاهم. نه یه چیزی هم که هست اینه که بعضی وقتا برای ما هم خب خیلی راحت نیست راجع به یه مشکل صحبت بکنیم. مثلا دوست داریم احساسات طرف رو در نظر بگیریم، دوست داریم بهش بر نخوره، ناراحت نشه، این نشه اون نشه. سعی میکنیم مثلا تا جایی که میشه تو لفافه حرف رو بزنی که مثلا به هر حال میدونی به خاطر اون چیزا هم هست. آره یعنی مثلا نیت بد نیست، نه که ما مثلا خدای نکرده از مریضی این کارو بکنیم، دلیلش مثلا شاید این باشه که فکر کنیم نکنه من اینجوری بگم ناراحت بشه، مثلا اینقدر دایرکتلی بیام بگم که این تیشرت تو رو من دوست ندارم، شاید احساساتشو حالا تیشرت که شاید برای تیشرت کسی ناراحت شاید نشه، ولی مثلا احساسات اون طرف و با اون چیزی که دارم میگم جریه دارم. آره. خب دقیقاً همون برمیگرده به بحث آرمان که میگه پسرها خیلی خطی ان و خانم‌ها شاید یه ذره به جزئیات هم توجه کنن. شما اگه مستقیم پسر رو بگین خیلی شاید واضح‌تر منظورتون رو میفهمه تا اینکه مثلا شاید از 50 تا سناریویی که تو مغزش میاد اون چیزی باشه که شما در نظر. حالا من یه سوال دارم. پسری که هم کلامی میگه و هم عملی میگه و باز هم به مشکل میخوره، اون تکلیف چیه؟ اون بدشانسی ورده تو رابطه اشتباهه. من فکر کنم البته خب خیلی فاکتورها هست، ولی اگر همه چیزا بین دو طرف میک سنس میکنه، درست هر دو طرف راضی ان، مثلا اون چیزی هم که شما میگی هم زبونی هست هم عملی هست و باز مشکل پیش بیاد، خب رابطه اشتباهست دیگه. اوکی. یعنی اون وسط پسر مقصر نیست. نه، یعنی واقعا اصلا فارسی بگم با هم مقایسه؟ نه با هم همخونی ندارن، کامپتیبل نیست. آره
نتونستم فارسی کنم. خیلی زور زد فارسی چون انگلیسی چه بود. بعضی کلمات چون با روانشناسی چون مال صحبت خودم هم می‌کنی، اینا رو نیومد. میگن. آره خیلی خوب. من با بخونم برای سوال بعدی یا نه؟ بله. من برای سوال بعدی خیلی هیجان زده ای. هیجان زدم واقعا، یا خوب. چون خیلی دوستان دارم. اولم شما شروع کنید. من میخوام بدونم به نظر شما جامعه با کدوم جنسیت مهربان‌تره؟ ایران آقا بشین بیا بشین. هر جای دنیا فرق نمی‌کنه. هر جا خب خیلی بستگی داره. نه خب یه جنرال داریم صحبت. حالا راجع به ایران جنرال. صحبت کنیم. ایران که صد آقایون. ولی قبرس اگه بخوایم بحث مهریه و اینو نه جامعه نگاه نگاه جامعه جامعه. خب نسبت به خانوما و آقایون چجوریه؟ توقعی که از خانوم‌ها دارن تا توقعی که از آقایون دارن. کاری که آقایون باید بکنن، کاری که باید خانوم‌ها بکنن. به نظر شما کدومش برای حالا می‌بینید توقع بیشتر ازشون؟ خب اگه بخوایم از یه سری مسائل بخوایم بهش نگاه بکنیم خب توقعشون از خانم‌ها خیلی بیشتر. من با درست که مثلا باید خانم موافقی؟ خوب باشی، فلان باشی، ایرانو بیسار دارم باشی. میگم. ایران دیگه ایران. ایرانو. اروپا نه. آره اروپا نه ولی ایران آره. آره. چی می‌خوای بگی دکتر؟ دکتر سوال باز کنم. آره بگو. نه بحث ارگان‌ها و اجتماع مثلا فقط ارگان‌ها اینا رو بذارین کنار. مثلا دولت و جامعه سیستم و دیگه. مدرسه و در- آره سوسایتی بس چیه؟ خب دیگه آره سوسایتی دیگه. فرهنگی. همونه فرهنگی. اتفاقا از نظر ارگانی هم ما میتونیم راجع به این مسئله صحبت ببین کنیم. بیشترین حق و حقوق خب به آقایون میدن تو ایران. این دیگه من چی بگم؟ نفس عمیق. من بگم ولی بذار یه مثال بذار من بگم. درست آره. میگه. خب یه از چیزی که لحاظ- عرفه تو جامعه مثلا تو ایران اوکی؟ اوکی. یه خانومی که خیلی دوست پسر داشته باشه فلان باشه یه اسم خیلی بدی روش میذارن ولی برای پسر این چیزو راست میذارن میگی. نه ببین دقیقاً ما این خطی فکر کردن و اینجوری فکر کردن شما همین الان نشون حالا دادی. من یه چیزی حق بگم. حقوقی دارین میگی؟ من حق حقوقی هم نیست. من مثال بزنم. آره. مثال بر فرض مثال میگن که توقع جامعه از مرد یه کسیه که باید خانواده رو نون‌آور باشه. اوکی. باید مثلا حالا نمیگم حتما درسته بار زندگی رو به دوش بکشه خیلی حالا سربازی هم نه ولی نگاه جامعه نسبت به مرد اینطوریه که یه نفریه که فقط داره همه چی رو کری میکنه یعنی کری همه بارو دوش اون شب ولی خانوم ها مثلا شاید میگم این شکلی باشه که از لحاظ احساسی مثلا یه مقداری کاری کنه ولی اون سختی‌های جامعه بیشتر به سمت آقایون میره تا خانم. آره ولی نگاه اون کلا. این چیزی که داری میگی مال جوامع قدیمه. نه هنوز جوامع اتفاق داره میفته. نه دیگه الان همه خانومام دارن کار راست میکنن میگه. یه قسمتی از نه. بار راست زندگی میگه. رو دوششون هست. نفس بکش حالا نه نگو بشنو نه، می‌دونم. بعد بگو نه. ببین قبول دارم خب ولی هنوز هم جامعه ببینید ما هنوز جامعه مدرنی نداریم. ما بین مدرنیته و سنتی موندیم. یعنی نه الان آره. مدرنیم نه سنتیم. خب میخوایم باشیم نمیتونیم. حتی سنتی به نظر من خیلی بیشتره تو ایران. دقیقاً. و مثلا میگم هنوز هم که هنوز اگه شما مرد باشی و گریه کنی یه نفر هست بزنه پس که الان بگی بلند شد مرد که گریه نمیکنه. نه افکار غلط جامعه. آقا اجازه من اینطوریم. آره. یعنی به این فکر میکنی که مرد گریه نبود. مرد نباید جلو بقیه خب گریه چجوری مرد نباید خب واقعاً جلو بقیه چجوری گریه واقع کنه. احساسات رو باید تخلیه مرد کنه؟ میتونه تو تنهایی خودش گریه کنه ولی نمیتونه جلو بقیه خب گریه چرا کنه. خانم نتونه؟ یعنی چرا خانم باید بروز بده ولی ما نمیگیم نه. خانم باید بروز نه ما ببینید داریم میگیم مرد نمیتونه این کارو خب کنه. چرا یعنی نه؟ اگه من الان مثلا یه اتفاقی بیفته و شروع کنم به گریه کردن میگم نگاه کن چقدر این آدم ضعیفه آره ولی تو خانم‌ها اینطوریه که اوکی گریه کردن این نگاه فرهنگی منم با این آره قضیه دیگه این بزرگ نگاه شد. فرنگ چون گریه ضعف نیست یا مثل اینکه بعضی میگن من هیچ وقت کلمه عذرخواهی ببخشیده به زبون نمیارم چون من نه اون بیشوریه نه اون کاملا بیشوریه لطفاً گوسفند این نباشی. مثل همونه دیگه نه، که نه، بگید گریه چون من اگه گریه میکنم نشونه ضعف من. نه ببینید منظور من اینه شما به عنوان یه مرد همیشه باید ظاهر رو حفظ بکنید حتی اگر درون داغون باشید
خب به خاطر اینکه اگه گریه کنی جلوی بقیه، حالا جلوی یه سری از افراد میتونی گریه کنی یا مثلا دوستای صمیمی، ولی اگه جلو جامعه گریه کنی، نگاه اکثریت جامعه نسبت به شما سویش میشه به عنوان مرد، میگن که ناکن آدم ضعیفیه. ولی اگه گریه نکنی به همون اندازه میگن ناکن چقدر خوب خودشو جمع کرد. دقیقاً. نه من نمیگم باید این کار رو انجام بدیم، خودمون رو جمع کنیم ولی تو مواقع سخت که از همون جامعه تعریف بکنه. من اصلا مخالفشم کاملا، چون ما برای بقیه زندگی نمی‌کنیم. ولی به هر حال یه گایدلاین چی میشد؟ مرز راهنمایی. یه نه راهنمایی گایدلاین میشه. گایدلاین ها. راهنمایی. یه چارچوبی وجود داره که ما باید اون چارچوبه رو همیشه حفظ بکنیم. اگر یه مقداری مردها از اون چارچوب به بیرون بزنن، کاملا 100 برابر به نظر من خانوم‌ها روشون فشار میادش. مثلا من خودم به عنوان یه پسر گواهینامه ندارم. خب من از طرف همین جمع دوستانمون عذرخواهی میکنم 1000 دفعه مزخرف شنیدم که تو چه جور پسری هستی که گواهینامه نداری، رانندگی نمی‌کنی، ماشین دوست نداری. میگم خب من دوست ندارم، ولی همین جامعه کوچیک داره به من فشار میاره از لحاظ روانی. خیلی آدم بیشعوری هستیم. ما هم دوست داریم عزیزم. گفتم چرا ماشین دوست نداری؟ شبشان نیست. آره اون فشار اومد. واقعا؟ آره به فشار. باش بده. ولی شعور رفیقم. اوکی. عجب آدمی هستی. حالا سر چیزای دیگه من ساپورتت نمی‌کنم. و نه. یعنی اگه یکی ماشین دوست داشته باشه گواهینامه داشته مرده. نه همین قضیه چارچوبه است. یعنی من میتونم بگم باشه. نه حالا من قضیه چارچوبه است. خب یعنی شما به عنوان یه مرد وظیفت اینه که اینو حالا این نه علاقه به ماشینه ها، ولی این قضیه گواهینامه نداشتنه. مثلا چرا مثلا شاید من یه چند بار به پیمان گفته باشم، یادم نمیاد گفته باشم، اینطوری بوده که مثلا خب تو به عنوان یه آدم وظیفت اینه که مثلا مثل الفبای رانندگی بلد باشی و گواهینامه داشته باشی. چارچوبو کی تعریف کرده؟ چارچوب جامعه تعریف میکنه. حالا مثلا من میخوام این سوال ازتون بپرسم، این خیلی سوال مهمیه. شما توی خودتون شخصا به عنوان خانم اگه یه نظرتون نگفتین خب میخوای سوالشو بپرسه بعد من یه دفعه همه رو شما به عنوان یه همه رو یادتون؟ آفرین. من یه جوابی در آستین الکی نیست روانشناس شده. آره دیگه بعد حرفا رو گوش میده بعد تحلیل میکنه. شما خودتون به عنوان یه خانم وقتی ببینید که یه آقایی دم به دقیقه سر مشکلاتی که حالا نسبتاً بزرگ، نمیگم نسبتاً بزرگ، ولی مشکلاتی که میشه حل کرد ولی تو اون لحظه فشار روانی بهش میاره، همش گریه میکنه یا چیز میکنه، قور میزنه. آره قور میزنه یا گریه. اصلا من میخوام راجع به گریه صحبت کنم. گریه رو بخیر. آخه چون بحثمون بودش، خب یعنی میگیم سر هر مشکلی که یه ذره از اوریج بالاتر باشه گریه میکنه، خودتون نگاه و دیدتون نسبت به اون آدم چیه، به اون مرد؟ خب آره. فقط جنسیتی نیست، یه خانوم هم میتونه این کار رو انجام بده. من راجع به مرد صحبت میکنم. یعنی فقط اختصاصی مردو بگم. نه به عنوان خانوم نگاهتون نسبت به یه مرد که سر یه سری مشکلاتی که شاید از متوسط بالاتر باشه گریه میکنه و ظاهرش رو حفظ میکنه چیه؟ گریه که مثلا چه میدونم من پام بخوره به مبل نمیشن. نه مثلا چه آره میدونم. مثلا اینو بگم بستگی داره که چه مشکلی باشه. نه بزن راجع مثلا چه تک موضوعی که مثلا بدبختی که تو روز سرش اومده شب آره زنگ اینو مثلا من نق زدم. نه نمیتونم جنس آره به مرد دیدن، ولی چون میگم مردونه رو فقط اختصاصی الان میگیم مرده رو بگم، مثلا به این کار نداشته باشه که خانوما میتونن اینجوری چون باشن. پارتنرتون این مدل همچین. ببین یه چیزی من آره مجبورم خب بپرم وسط حرفتون، چون به نظر من اصلا به مرد بودن ربطی نداره. منتها شما اذیت میشید چون اون احساس ضعف یا اون تصور جامعه میاد، وگرنه من شاید با دوست صمیمی مثلا یه روز مشترک از صبح تا شب داشته باشم و توش از صبح تا شب همینجوری سر مشکلاتی که پیش میاد قور بزنه و منم مثلا چم اذیت بشم بگم وای تو چقدر اینطوری میکنی، چرا پوزیتیو نیستی، چرا فلان نیستی، و شاید اون وقت شاید اینو نگیره که چون توقع جامعه از من اینه، من مثلا میگه که خب آره من قرقروام، ولی آقایون اینو اونجوری میبینن که آها چون من مردم تو میخوای من اینطوری باشم. اینطوری نیست. نه ما دوستی رو کاری نداریم.
داری میگیم پارتنرشون. آره. نه منظور من اینه که برعکسش هم میتونه باشه. مثلا میتونه که خانومه اینطوری باشه و مرده بگه که تو چقدر قر میزنی، چقدر از صبح تا شب قر میزنی و خانومه احساس ضعف نمیکنه، نمیاد بگه که وای تو به من گفتی چون توقع جامعه از من اینه. نه، یا میگه آره همینه که هست قرقرو همینه که. من یه مثال بزنم اینجا که یه ذره چیزتر باشه، شاید بفهم شفافتر باشه. آره مثلا برای من اینو بارها دیدم و کاملا نمیگم کاملا ولی یه چیز عادیه نسبتا که خانم یه روز خیلی سختی تو سر کار داشته، شاید حرف از رئیسش شنیده یا از همکاراش شنیده یا اصلا توی یه جایی کار میکنه که مشتری میاد یه چیزی بهش میگه و از فشار روانی که اون روز اومده بهش گریه میکنه. خب این خیلی چیز قابل پذیرفته است. ولی وقتی یه آقا با همون شرایط میاد تو خونه کنار همسرش شروع میکنه گریه کردن، اون عادیه؟ اینجا الان بحث پیش میاد که خانم‌ها احساساتی ترن. حالا بگذاریم. فلشبکی زن دوست اینو بیا واقعا دوست داشتم. احساساتی دارم. آره. اگه بخواد همیشه این کار رو انجام بده که آره واقعا خیلی تو مخه، خب از مردت مثلا انتظار نداره که هر روز بیاد گریه کنه دیگه، خب ولی که مثلا بخواد توی هفته یه بار مثلا این کار کنه شاید قابل تحمل باشه. نمیدونم، خب تو این شرایط نبودم. نه مثلا دارم میگم که از هر روز گریه کردنه که بهتر تخفیف دادم. ولی آره اگه بخواد همیشه این اتفاق بیفته واقعا من خودم شاید کلافه میشم، چون خودم این کار رو نمیکنم. یعنی حالا نسبت به بخوام هی ربط بدم مثلا آره، ولی که بخواد هر روز دیگه این کارو بکنه آره دیگه کسل کننده میشه. میگه اگه میخوای قور بزنی نق بزنی نه نق نزنه، یهو بیاد گریه خونه کنه، یهو بیاد خونه بره تو اتاق شروع کنه گریه کردن. ببخشید یه چیزی هم بگم. تو اتاق بره که اوکی، که اگه جلو من گریه کنه خیلی بده. خب شما میبینید که این آدم گریه میکنه و از لحاظ منتالیتی شاید اونقدر قوی نیست به عنوان یه مرد که بتونه خودش و ظاهرش رو حفظ بکنه. نگاه یه سری چیزا هم تقصیر ما نیستا. مثلا خیلی از این مسائل رو بخوای ریشه یابی کنی برمیگرده به بیولوژی ما. مثلا از چه میدونم از زمانی که انسان‌ها غارنشین بودن مرد پرووایدر بوده، رفته چه میدونم قسمت اولی که پخش نشد جنگیده، حیوان شکار کرده، خانم همچنان بچه داشته، پخته چیز که یعنی بیسیکشو که برگردی نگاه بکنی و از نظر قدرت بدنی هم به نظر من خب به خود مردا خب یکم آدم آره دیگه برمیگرده به اون قضیه بردن. پس ما نتیجه آن تو صحبتی 100%. آرمان اینجوری که داره نگاه میکنه آرمان الان میتونست کنم آرمان جواب احساسات منه که کلا دیگه نمیتونیم بریم. من دست و بالم بس هستم رو صحبت جدی فهمی باشه. خب نه بالا من با اما رو بذار خب ببین کلیتش اینه که الان خوبه؟ اوکی کلیتش اینه که ببین کلا چه مرد چه زن بخوایم حالت از لحاظ روحی و منتالی بخوایم بررسیش کنیم از انرژی چه مردش چه زنش از انرژی فمینین و مسکولین تشکیل شده. خب حالا مردا از لحاظ هورمونی بیشتر مسکولینیتی دارن، خب برای همین میگن که آقا طرف مثلا حالت مردونه داره و فلان و بهمان، ولی یه سری زنا هم هستن حالت مسکولینیتیشون زیاده. خب برای همین طرف میگن بابا طرف مثل یه مرد، مثلا زنه مثل یه مردی حواسش به بچه‌هاش هست. خب مثلا شوهرش فوت کرده چیه یه تنه داره همه خانواده رو ساپورت میکنه دمش هم گرم. خب یعنی یه تایمی میشه که اصلا شما فمینینی ولی یک دوره ای از زندگی اتفاق میفته این مسکولینیتی مجبوره که بیاد که پرووایدر باشه و اون قضایا رو بیاد اوکی کنه، بالانس کنه قضایا رو. نمیتونم بگم الان اینجوریه مثلا این مرد اینجوریه فلانه، بستگی به اون منتالیتی شخص داره که کدوم سایدش داره بیشتر چیز میکنه، میچربه. آره اصلا این داریم که فقط بیولوژیه، اصلا هیچ ربطی به چیز دیگه ای نداره.
ریشه‌شو که خیلی بری عقب واقعا همینه. نره. خیلی بری اصلا عقب. بیولوژی که فرهنگا رو به وجود میاره دیگه. یعنی اگه بخوای همین چی حساب کنی از لحاظ سیاسی و از لحاظ قدرت و همه بیولوژی، یعنی اوایلش حالا بحث از بحث روابط میره بیرون. مثلا شما الان میگی که کپیتالیسم همیشه اینطوریه که پولدارا میدل کلاس بعد فقیرا. بعد خب تو زمان قدیم هم این شکلی بوده که قوی‌ترا تو رأس هرم بودن، اونایی که ضعیف‌تر بودن وسط، اونایی که خیلی ضعیف‌تر بودن خب پایین‌تر زنجیره غذایی بودن. همین دیگه. همیشه برمیگرد به عقب. از من تا آرمان موتورش رو افتاده خیرش رو بگیرم. بفرمایید. شما نگفتی به نظر شما خانم احساس کمی آقایون گفتی؟ گفتم. گفت آقایون. نه یه چیز گفتم آقایون دیپتر احساساتشون. سال دوم بودش؟ سال دومو نگفت؟ یک کدومو نگفت. ببین اینو بذار بهت بگم. بخش احساسات مربوط میشه به قسمت فمینین ها. خب و گفتم هر انسانی میفهمونی؟ هر انسانی این دوتا بخشو داره. خب بحث اینه که این قسمت فمینین چقدر قویه. خب چون این احساسات میره تو قسمت فمینین. احساسات میره تو قسمت فمینین. شما خودتون نه قبول ندارم. احساسات میره تو بحث قسمت تو عوض فمینین. کردی. ولی آره داره اصلا داره ولی- میپیچونه. چی گفت؟ نه فیمیل بودن و فمینین بودن ربطی نداره. من گفتم یک فیمیلی هست مسکولینیتیش بیشتره. الزاماً چیز نداره. همون جمله رو بگی. گفتی احساسات میره تو قسمت فمینین. آره دیگه. سوال اول با این قضیه کاملا پاسخ داده شد. من لفت میدم. نه نگین لفت بگو. دارم میگم هر انسانی از دو بخش تشکیل شده. ببین دیگه داره تکرار می‌کنه. آره. وایسا این قسمت فمینین الزاماً 100% یک فیمیل نیست، یک زن نیست. بابا تو که روانشناس تو من چرا بحث میکنی؟ دنبال چی میگردی آقای فردوسی؟ من آتش بس اعلام میکنم. آره اوکی. بیایم بگید. خب این خیلی سوال مهمیه. یعنی واقعا واسه پسرا حالا من خیلی دوست دارم شما هم سوال بپرسید. یعنی فقط اینطوری نباشه که ما یه سوال بپرسیم. حالت مصاحبه‌ای نباشه بپرسید آره. شما. ولی یکی این که واسه من و واسه پسرهای دیگه و مردهای دیگه این جوابش خیلی مهمه و حیاتیه. اینی که برای وارد رابطه شدن با یه پسر چه چیزی براتون مهمه؟ آها. آلفا میل یه بار دیگه بگو نشیدم. یعنی شرط وارد رابطه شدن با پسرها از شرط؟ نظر ما دخترها چیه؟ مثلا چی یا ملاکه؟ آره من الان مثلا دو تا سوال یکیتون چون یه دونه دیگه هم داریم. اینا یه بحث کلی بکنیم. یکی اینکه چه چیزی تو طرف مقابل براتون جذابه به عنوان یه پسر و چه چیزی باعث میشه که شما به اون طرف به عنوان یه پارتنر نگاه کنید. یا یه پارتنر احتمالی. چه ظاهری چه شخصیتی همه چی با هم دیگه. نه شما بزرگ. واسه چند ماه چه بازیایی در میارن مردم. الله اکبر. ببین الان یه چیزی بگم خیلی کلیشه میشه. واسه من واقعا در نهایت یه اخلاق و شخصیت درست از ظاهر خوب خیلی مهمتره. چون در نهایت ظاهر عادی میشه یه زمانی. شما اولین نفری هستی که نگفتی قد بلند. خب اونا هست. دارم مقایسه میکنم. میگم اگه مثلا مجبور باشم یه چیزی از هم مثلا این لول بالاترین باشه واسم اونه. ولی بعد از اون حالا از این شروع شد اول اخلاقا رو بگم. به نظر من کسی باشه که بدون از زندگیش چی میخواد، هدفش زندگیش، استایل زندگیش اینا مشخص باشه، حرف و عملش یکی باشه. خیلی مسئله مهمی برای من. صداقت و چی میگن که کردار نیک گفتار نیک، یه شخصیت و یه شغل و یه چیزای خوبی توی مایه ها داشته باشه. و ظاهری هم خب به هر حال قد کوتاه که هیچکی خوشش نمیاد. بالاخره قد بلند گفت. با کمی تأخیر. آره بعد یه مدت فکر می‌کردم خیلی طرف بور و اینا باشم ولی نه، پسر ایرونی و چش ابرو مشکی و آره. من
بستگی داره دیگه، بستگی داره چجوری بخوام با طرف وارد رابطه بشم. اگه تو ظاهر تو فقط یعنی فرست ایمپرشن، خب مسلما قیافه، تیپ اینا خب خیلی مهمه. ولی اگه قرار باشه طرفم مثلا نیاد همون روز اول مثلا این کارو بگه مثلا فلان اینا، خب تو مرور زمان به همه چیش نگاه میکنم. شاید حتی قد و نمیدونم قیافه و اینا واقعا دیگه از بین بره، انقدر مثلا از اخلاقش خوشم بیاد که دیگه اون چیز مثلا ملاک‌های ظاهری که دارن از بین بره، بگم انقدر اخلاقش خوبه که میتونم از اونها فاکتور بگیرم. چون تو رابطه اگه بخوای اون قصد اون رابطه اگه رابطه طولانی مدت باشه، خب اخلاق واسه تو مهمه دیگه. به قول نگین اون قیافه و قد و اینا دیگه عادی میشه. حالا چی جذبتون میکنه به اون آدم؟ آره یعنی شما تو برخورد فرست اولی که ایمپرشنه. آره یعنی شما تو مثلا حتی بگیم تا برخورد دهم خب شما اون طرف رو به صورت کامل نمیشناسی، آره. ولی این شکلی که به چش این نگاه میکنید که خب این آدم احتمالا اینکه من باش برم وارد رابطه یا اصلا به دید یه کسی که خارج از فرندزونه. اوکی یعنی فرندزونش نمیکنید اون چیه؟ خب یکی اینکه آدم مرموزی باشه. یا علی من مرموز مثلا تو دوستی وقتی میشینن صحبت میکنن اینا خیلی راجع به خودشون حرف میزنن و همه چیشون رو میگن. خب تو این شخص رو دیگه میشناسی، حالا دیگه برات جالب نیست که دیگه مثلا بیشتر از این بشناسیش. خب ولی که مثلا نمیاد بگه من چیکار میکنم چیکار نمیکنم، یا مثلا جمع دوستانه هست همیشه با همین ولی یه نفری همیشه غایبه، یا مثلا دیرتر میاد یا مثلا میره زودی مثلا فلان. این مثلا برای من خیلی جالبه، مثلا داره چیکار میکنه. خب این خیلی تاکسیک ترید بدیه که نفر من اونجا با شما من سایدم عوض میکنم. اصلا آن تایم نبودن این چیزی به نظر نه که آن تایم. مثلا میگم ما الان جمعیم، خب یکی از دوستای شما نیست، حالا شما من گفتی این نیست، ولی ممکنه که شما نگین برای من، مثلا برای من جالب باشه که این چرا این نیست، مثلا چطوره اصلا همه دوستاش هستن فلان بیسار اینا. ولی همیشه اگه اینطوری باشه که خب خیلی بده، چون طرف همیشه نه یه دونه از اونا رو گفتم دیگه، ولی نه که همیشه این اتفاق بیفته. ان شاءالله که این مهمترینش نباشه. بقیه‌اش اینه که خب توی اون جمع اون شخص یه توجه خاصی به تو داشته باشه نسبت به بقیه دخترای دیگه. این سوال من برام پیش اومد، اینو بعد این بس یه دقیقه موبایل تو بده من بنویسم. این خیلی واسه این ADHD شو من کنترل کنم. دستش اینجوری مونده. سریع خود یادش نره. شما بفرمایید. این کنترل شد. و میشه این سوالو شما متقابل جواب بدیم، خیلی جالب میشه. آره خیلی الان به ذهنم رسید سوال قشنگیه. دیگه چی بگم؟ میخواد داریم فکر می‌کنیم. ببین آخه بستگی داره که اون آدمو از کجا و چطوری میشناسی. مثلا توی جمع دوستانه باهاش رفت آمد داشتی، میدونی ممکنه یه چیزی قراره بشه، یا اینکه چه میدونم الان خب خیلی مود شده آدم اون رابطه‌ای که قراره بعداً واردش بشه از طریق چیزای مجازی اول شروع میشه. حالا تیندر که نه، ولی اینستاگرام چیزی اینی اونی اینا مثلا بستگی خب خیلی به اون داره. خب مثلا من اگه مثلا اونطوری مجازی باشه خب هیچی نمیدونم از اون آدم. نه اینم میتونه باشه واسه من که اون آدم تو زندگیش دقیقاً چی کار میکنه، کجای زندگیش تو که میگی نمیشناسیش. خب باشه، ولی مثلا ازش میپرسم، مثلا میگه من چه میدونم دارم تو خونم باد میزنم خودم، یا اینکه من یه کار درست حسابی دارم، یه زندگی روتین دارم، یه برنامه مشخص، یه پلن. من برام کسی که بدونه تو زندگیش چی میخواد و هدفهای بزرگ داشته باشه خیلی جالبه. یعنی اصلا انقدر برام این موضوع جالبه که با اینکه شاید اون هدف من نباشه، ولی بتونم ساعت‌ها با اون آدم بشینم راجع به هدفش ازش بپرسم. بگم خب مثلا فکراتو کردی، خب مثلا بعد مثلا پلن بعدی چیه مثلا چی میخوای اینا. خیلی قاعدتاً هدفمند و پلن‌ریزی درستی داشته باشه. قاعدتاً هیچ کسی که علاف بچرخه رو دوست نداره. نه ولی در چه سطح و در چه لولی، یا اینکه مثلا میگم خیلی هستم میگم من میخوام فلان بشم، من میخوام فلان چیزو بخرم، ولی میبینی 100 سال دیگه هم که بگذره همون جا نشسته و همون هیچ کاری برای رسیدن به چیزی که میخواد نمیکنه. خب اون حرفه رو اولش قشنگ زده ها، ولی اون اپروچ رو نمیکنه و خب این یه زمانی معلوم میشه. حالا از سوال چی؟ پسر
چه شب رو میشی ایرانی. به من الان خب خیلی برام موقعیت هستش که خب اونجا توی اروپا زندگی میکنم که خیلی خب بیشتر مسلماً پسرایی که اروپایی باشن و اینا، آبی باشه چش آبی و بلوند، ولی منو جذب نمیکنه. و اون مثلا این شوخی‌های اینسایدری که مثلا ایرانی‌ها مثلا فقط متوجهش میشن، یا اون مدل ریسپکتی که یه مثلا آقای ایرانی، پسر ایرانی وقتی که اولین بار مثلا با یه دختری صحبت میکنه خیلی حواسش هست، مثلا اون آداب و معاشرت ایرانی خیلی برام جالبه. حالا از نظر رفتاری چجوری باید باشه؟ همون فقط تیپ و شخصیت و اینا؟ ببین نه دیگه، یه سری حرکات جنتلمنانه و ریز هستش که مثلا وقتی که با اون شخص یه جا هستی مثلا به چشت میاد. مثلا من یه مثال الان تو ذهنم میاد و اصلا نمیگم که به کجای رابطه و اینا بوده. مثلا یه بار برام پیش اومد با یه شخصی بیرون وایساده بودم و یه نفر با 2 سگ خیلی غیر قابل کنترل شده یهو اومد جلومون سبز شد و برای ما مثلا جفتمون شوک شدیم. اتوماتیکلی مثلا دستش اینطوری کرد که بعد من مثلا اون لحظه برام جوش که خب اصلا نفهمیدم چه. شبش رفتم خونه خودم شدم آره منم شاید من خودم مثلا کجو کنه نبودم، میتونستم مواظب خودم باشم، ولی این اینتویشن می‌خواستم آلمانی ببخشید این که چیز بود. آلمانیش چی میشه؟ اینتویسیون. من فکر کردم تو کلمات ایرانیمون میره. نه اینش مثلا که یهو اینطوری کرد واسه من این خیلی حس خوبه. توجهی که بهتون مثل امنیت داره. آره دیگه این همونی که من گفتم، حالا اینه که 2 نفر بودن ولی تو جمع یه توجه خاصی به تو داشته باشه. خیلی قشنگه. من ایدیشم دوباره زنگ بالا نگاه با سوال داره. این توجه یعنی چی؟ مثلا چیکار باید بکنه توجه؟ خب مثالو زدیم دیگه. خب حالا من مثال بزنم. ما همینجا بودیم یه پارتی رفتیم، بعد از پارتی اومدیم که هوا بخوریم. بعد که داشتیم میرفتیم توی پارتی، تو مثلا که دعوا شده بود، یه صندلی یه چیز داشتن پرت می‌کردن. خدا همین که من اومدم برم تو، باشه این صندلی از اینجای من مثلا رد شد. و مثلا اون شخص در صورتی مثلا من و دوستم بودیم که داشتیم وارد می‌شدیم، اونم خیلی ناراحت شد. ولی توجهی که حالا من از اون شخص می‌خواستم بگم بیشتر رو من بود. اون یعنی دوستای دیگه هم بودن ولی اون شخص به من توجه بیشتری کرد. آره. نسبت به اینکه خب مثلا رو من حالت کراش ریزی داشت، اون بیشتر به من توجه کرد و این یک بار نبود، چندین بار اتفاق افتاد. که مثلا اگه یه جایی بودیم که دختر و پسر بودیم، اگه یه اتفاقی میافتاد یه چیزی میشد، از من بیشتر طرفدار می‌شد. اول میومد سراغ شما. اول من سوال بودم. بعدیمون رفت. به خاطر این میگم که مثلا این برای من جذاب بود. میخوای نظر خودتون هم بگین شما؟ آره شما بگین. آرمان سایلنت فقط داره سیمیلار نه ولی واقعا این سوالو ازش رد نشین تو شما هم جواب خیلی برای سوال چی بود؟ سوال این بودش که چه ملاکایی. آره دیگه قبل شما رابطه بگو رادین جان. ببخشید رادین اینجوری بود. نه اون سوالم اصلا یه چیز دیگه است. واسه من چه دختری جذبم میکنه؟ اولا اینکه من آدمیم که ظاهر خیلی برام مهمه. من اصلا انکارم نمیکنم این قضیه رو. ای آدم ظاهر پسند. آره نه واقعا ظاهر خیلی برام کلی براتون خیلی واسه من. اگه مثلا بخوام بگم که 100% باشه، ظاهر واسه من 40% قضیه است. بازم خوبه. حالا آره من ظاهر برام مهمه. اصلا ظاهر یه نفری وقتی خوب نباشه سمتش نمیرم. دو این که دیدی چرا ما رو انتخاب کرده؟ به عنوان رفیق البته. اوه چه اعتماد به نفسی. خب بعدش چیزی که واسه من خیلی مهمه اینه که یه خانم چجوری رفتار میکنه تو جمع. واسه من خیلی مهمه این که واقعا اون مثلا شما وقتی یه مهمونی میری خیلی مست نکنه یا مثلا بیرون از اون چارچوب رفتار نکنه. یه سوال بپرسم، از دخترای بددهن خوشتون میاد؟ اصلا جوالت اصلا نه. داداش میشه میکروفون رو بیاری بالا. چون گفت اخلاقی مثلا گفتم شاید که مثلا براشون جذاب. این که راحت باشه با پارتنرش خوبه که یعنی من تو جمع دوستانم. نه تو جمع دوستانم به حال حدی داره. یعنی مثلا چه میدونم توی اون 3-4 ساعتی که داریم با دوستان وقت می‌گذرونیم نه اصلا.
داشتم فکر کنم یه دونه حرفم نمیتونم بپذیرم. من مثلا چون خانواده خودم دارم، یعنی من مامان بابام هم مثلا شاید بیشور تو خانواده ما خیلی فوش سنگینی بودش. بعد به خاطر اینکه من تو اون فضا بزرگ شدم ترجیح میدم من هم با پارتنرم زیاد صحبت کردنم با کلمات حالا نسبتا رکیک یا رکیک نباشه. خیلی اوکی هم با این موضوع، اصلا مشکلی هم نیستش. آره من شخصا اینکه یه خانم تو موقعیت‌های مختلف چجوری رفتار میکنه واسه من خیلی مهمه. حالا بعد اینکه حالا با پارتنرش چجوری رفتار میکنه اون میاد تو درجه سومی شما بشناسیش، ولی اینکه جذبم میکنه مثلا یه دختری رو تو یه جمعی ببینم اینکه چجوری رفتار میکنه با پسرها، خیلی نزدیک نباشه بهشون، مثلا خیلی رفتار صمیمیت بیش از اندازه نکنه، با دخترای اون جمع چجوری رفتار میکنه، اینا خیلی برام مهمه. مثلا اگه بخوام یه نفر رو ببرم بیرون به عنوان فرست دیت، من میبرم. یه دختر رو بخوام ببرم بیرون دوتایی باشیم پیمان حضور نداشته باشیم برنامه‌شو خراب. اینطوری هم که توجه میکنم چجوری مثلا با ویتر یا با گارسون چجوری برخورد میکنه و میشه خب چجوری غذا میخوره، چجوری با گارسون رفتار میکنه و همه اینا رو بهش توجه میکنم. اگه بد با گارسون رفتار کنه خب میگم این آدم نگاه بالا به پایین داره نسبت به بقیه. حالا نظر تو چیه؟ نظر من بزن. استارت میزنه ماشین گرم بشه بگو دیگه. داداش شما میکروفون رو گرفتین، تریبون رو گرفتین، رفتین بالا، خب من دیگه باید گرم بشم یه عرصه تیکه میندازه. نشیدم حیف شد. من تو هم میکروفون میدم. عرضم به حضورت که سوال چی بود یادم چی ملاکه واسط برای قبل وارد رابطه. شدن به رابطه یه دختر چی جذب میکنه؟ خب ببین، اول از همه همون حرفی که رادین زد، قیافه خیلی مهمه، ظاهر واقعا مهمه، چون که بالاخره با این آدم قراره زندگی کنی، یه تایم از زندگی باهاش باشی. صدام میره فکر کنم ولی باشه. یه تایمی از زندگی قراره باهاش باشی، تو جمع ها قراره با این باشی، باید اوکی باشی با این که بگی آقا من با این آدمم، نه صرفاً جهت این که من وارد رابطه شدم بچه من چقدر کولم، من تو رلم مثلا شما نیستین. نه آخه خیلی سر همین قضایا میرن، سر اینه که آقا با طرف رفتی اونجا و این آدم رو انتخاب کردی بگی که بابا مفتخر باشی. آره این آدم انتخاب منه. دقیقا تو رو برگزیدم. تو را یعنی برگزیدم. بحث سیاسی. آره بهرام رادان اشاره نکردیم که سیاسی بشه. حالا خلاصه این بحث ظاهرش، بحث که مثلا 50 تا 60% شاید به نظر من مهم باشه، ولی رفتار نه، رفتار یکم مهمتره. یعنی برخوردش چجوری و اینا، باز نمیتونم ظاهر رو ایگنور کنم خب، چون ببین اول از همه شما عاشق چی میشی؟ یعنی از چی طرف خوشت میاد؟ اول ظاهر طرف رو میبینی دیگه. آره تو با اشعه ایکس تایی تو خیابون راه نمیری. دقیقاً من نمیرم توی طرف رو ببینم، من میرم بیرونش رو ببینم، ظاهرش رو ببینم، کلیتش رو ببینم. اول اونه که جذبم میکنه، من راحت نشستم راحت بشه، ظاهرشه که جذب میکنه، ولی کلیت چیزی که حالا اون ظاهر رو میتونه نگه داره توی رابطه برات رفتارشه. یعنی باطن بعد از ظاهر میاد به نظر من، ولی جفتشون خیلی مهمن. نمیتونم بگم اینو داشته باشه اونو نداشته باشه. حالا فرض کن اوکیه. جفتشو داری، بگو کدومش چی، مثلا با مثلا ذکر مثال. من خواستم دقیقا همین رو بپرسم. الان وارد رابطه شدی. خب برات مثلا خب ببین ظاهر بعد از یه تایم برای آدم عادی میشه خب، ولی چی توی اون باطنه هست باید باشه که تو رو نگه داره توی اون رابطه؟ آخه ببین سوال این نبوده. خیلی اگه سوال دینی خیلی کلیه، ولی حالت اینه که بحث این نیست که، چون یه بحثی که افتادیم وسط این بود که از یه جا بعد تکراری میشه، مثلا این رابطه ای که دارین بعد خب خسته کننده میشه، روی روتینی میافتی. خب حالا کلیتی که من تو ذهنمه
بچه بخش من بین چند تا بحث هی مغزم داره میپره اگه مثلا چرت و پرت بگم برای چیز. کلیتی که مهمه اینه که این دوتا آدم فقط به هم چیز باشن، متعهد باشن. آخه تعهد فقط کافی نیستش توی رابطه. تعهد کافی نیست. ببین من خودم به شخصه با آدمی که خودش رو به خریت میزنه و مقابله میکنه با فهمیدن واقعا مشکل دارم، چه در دوستی چه در رابطه. آره قبوله، ولی ببین یک سوال اول برگردیم بحث اصلی که سوال این بودش که برای وارد شدن. خب داخل رابطه شما دیگه به ظاهر طرف اونقدر نگاه نمی‌کنی، نگاه می‌کنی چقدر تو رابطه آرامش داری، چقدر تو رابطه آرامش خیلی مهمه. فقط دنبال آرامشم. نه واقعا ببین شما اگه با یه نفری هر روز بحث بکنید و همیشه تنش داشته باشید خب این آره یعنی همش اینطوریه که بعد هم به خودت آسیب میزنی، هم به طرف مقابل، هم به اطرافیانت. یعنی فقط راجع به رابطه تو اون شخص نمیشه، راجع به رابطه تو دوستات میشه. اگه من یه رابطه بدی داشته باشم، اصلا خوب باشه، وقتی با بچه‌ها میان بیرون به پیمان هی میپرم. بعد پیمان میگه که خب این چرا اینطوری داره میکنه؟ احمق بیشوره، واسه چی داره این کارو میکنه؟ آقا نه ولی خب مثلا چون بک‌گراند این قضیه رو نمیدونه. ولی توی رابطه خب آدم به چیزای مهمتری فکر میکنه و تعهد و علاقه صرفاً رابطه رو پیش نمیبره. اینو راست میگه ها، من موافقم. نمیبره. موافقم با این قضیه. واقعا. مرسی. بذار من یه سوال دارم نمی‌پرسم. گناه داشت اون راه. نه آخه ربط داره سوال قبلیه. اوکی. میخوام بپرسم همتون حالا معیاراتون رو گفتیم. میخوام بپرسم پول چقدر توی انتخاب پارتنرتون تاثیر داره؟ من میگم اصلا امکان نداره. این صحنه رو من ریلش می‌کنم، خیلی خوب بود. اوکی بذارید دیگه بگم من که گفتم. نه من با پارتنرم که بودم کامل ورشکست شد و بودم با ورشکست یعنی یه پولی داشت ورشکست شد. آره. خب اگه این قصر رو ولش می‌کردین که خب خیلی خیلی این کار میکنم کی؟ راست میگی. خیلی راست میگه، خیلی هم میکنه. ولی دلیل نمیشه که مثلا کار درستی باشه. اوکی ولی یه کار نفر درستی نیست. آره من نمیگم که تو ولی نمیگم حالا خیلی پولدار نبودا که بگم مثلا فلان، من اخلاقی برام بیشتر مثلا مهم بود که باهاش وارد رابطه شدم. خب ولی خب پولم داشت یعنی اوکی بود. انتظارات عجیب غریبی هم من ندارم تو رابطه که برام این کارو کنه اونجوری کنه. یه چیز نرمال هم باشه من دوست دارم. من اعتقادم اینه که اگه مثلا دوتایی یه چیزی رو بسازی، حالا نه که صرفا ختم بشه به ازدواج، نه کلی دارم چون همون رابطه‌ای هم که هستیم. حالا ما اومدیم خارج از ایران داریم زندگی می‌کنیم. آره. دیگه به عنوان دانشجو داریم زندگی می‌کنیم. پس نمی‌تونم توقع خیلی زیادی داشته باشم از طرفم. و یه تایمی بود که خانواده‌اش کامل ورشکست شد. خب اینجا دانشجوه و کار نمی‌کرد چون خب ساپورت می‌شد و فلان و اینا. ولی خانواده‌اش ورشکست شد در حدی که حتی مثلا پول شهری دانشگاهش مثلا نتونستم بدم. در این حد ورشکست شد. و خودش خیلی اینطوری بود که اگه تو الان مثلا با من یعنی کات کنی رابطه بری من اصلا ناراحت نمیشم. ولی من اینطوری بود. آره ولی من اینطوری بودم که نه، من که واسه پول وارد رابطه با تو نشدم. من هستم، پشتت هستم، حمایتت میکنم تا جایی که مثلا به مشکل آره دیگه، یعنی یه طوری بشه که دیگه به خاطر پول نه، به خاطر چیزای دیگه بخوایم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد هیچ تغییری توی مثلا حالا رابطتون پیش نیامدش؟ ببین خب مثلا یه مشکلی که داشت، برای همین گفتم شما پسرا حرفتون رو نمیزنین. حالا الان مثلا بخوام بگم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نیومد به من مثلا تا یک ماه و نیم به من نمیگفت و من میفهمیدم که خب من باید داشتم زندگی میکردم. خب میفهمم که پارتنرم ناراحته، مثل همیشه خوشحال نیست، کاری که قبلا میکردیم و نمیکردیم. خب و بهش گفتم که مثلا چه مشکلی؟ نه هیچی نیست، مشکل خانوادگی فلان اینا. ولی خب من میفهمیدم که اینجا یه چیزی نیست، اشتباهه. آره که بعد یه مدتی مثلا من گفت مثلا چجوری بود و اینا، که گفتم خب اینو از اول اگه به من میگفتی من انقدر پاپیچت نمیشدم که هر روز بگم چه مشکلی داری، میدونی اینه چه مشکلی داری بگو، بذار منم مثلا متوجه بشم این ناراحتی بخواد. چون من به خودم میگم که خب تو که تا الان اوکی بودی، 4 ماه رابطه اینقدر خوب فلان، یهویی مثلا میای میگی که اونجوری نکن که مثلا میزنی دارم
دارم گوش میدم. که مثلا اینقدر ناراحتی فلان، خب من مثلا اینجوریام که من نکنه یه کار اشتباهی کردم که تو اینقدر از دست من فرق نشون ندی. بنده خدا. خب حالا طبیعی باشه. من احساس میکنم آرمان یه چیز خیلی زیادی واسه گفتن. نه ببین چیز مخالفی نمیخوام با حرفش بزنم. نمیشه تمومش کنم؟ بفرمایید. چرا؟ بعد وقتی که اومد به من گفتش که اوکی من این مشکل رو دارم، خب خیلی راحت تر تونستیم هندلش کنیم. آره خب مسلما اون تایم خیلی سخته، چون مردا همیشه به قول قدیمی‌ها اینطور که پرووایدر بودن، مثلا زن باید بهش تکیه کنه فلان و اینا، ولی خب اون تایم قشنگ من شکستش دیدم که مثلا اینطوری بود که اوکی من الان مثلا پول ندارم که مثلا چیزی مثلا فلان ارائه بدم به تو مثلا فلان و اینا، ولی واقعا برای من مثلا گفتم نه اصلا این بحث این چیز برای من نیستش که او چون الان پول نداری پس دیگه مرد نیستی. نه و باش بودم. آره سختی بود، خیلی سخت بود فعلا، ولی اون تایم واقعا به رابطه‌ام فقط ضررش این بود که خب کمتر مثلا عشق و حال می‌کردیم، کمتر مثلا شاید حالا باری چیزی میاد ترجمه اون که مثلا به جای که بریم بار مثلا یا آبجو بخوریم، نه اصلا کافی شما نه آبجو رو بیاریم تو خونه بخوریم چون ارزون‌تر در میومد، یا مثلا اگه هر هفته مثلا ما رفتیم پارتی و اینا مثلا کردیم ماهی یه دفعه مثلا پارتی، یا مثلا اگه هر هفته خوشگذرونی داشتیم همه اینا رو به حداقل رسوندیم. من میتونم یه چیزی بگم قبل اینکه تو صحبتتو شروع کنی؟ بگو کاری نداره. من این آخر ربط داره به صحبت اسپسیفیک میشون. این قضیه این که این شخص نیامد چیزی بگه به نظر من سر غرورش بود، چون نمیخواست غرورش رو زیر پا بذاره. واسه شخصا من و فکر میکنم شاید اکثر پسرهای دیگه من هیچ وقت دوست ندارم غرورم بذارم زیر پا یا غرورمو بشکنم جلوی کسی دیگه. آره خب این بحث هم هست، ولی اینکه وقتی میبینی که داره مشکل ساز میشه تو رابطه و من یعنی پارتنرت ناراحت میشه که تو رو این شکلی، خب تو طرف مقابلت هم درک بکنی دیگه که این یعنی خودت متوجه میشی کاملا که داره مشکل ساز میشه تو رابطه، پس باید بگی. ولی غرور اصلا غرور شکسته نمیشه چون پارتنرت. ولی از نظر من این خیلی فشار روانیش بیشتره به عنوان آدمی که یه غرور، یعنی فکر می‌کنم غرور مردا توی یه سری از مواقع از خانم‌ها بیشتره. من درک آره که اون شخص خیلی به خودش فشار آورده که نشکنته. شاید از نظر اون شکسته این قضیه. از نظر منم اگه من همچین موقعی داشتم غرورم یعنی شکسته میشد. یعنی همچین چیزایی می‌خواستم صحبت کنم. ولی بازم این بستگی به پارتنر تو داره که بعد از اینکه به تو اومده گفته که یه همچین اتفاق بر من افتاده، اون پارتنر چه ریاکتی؟ اگه هی بخواد ببخشید بزنید تو سرت با اون موضوع، این دیگه واسه تو دیگه کلا دیگه میشکنی. ولی اینکه حمایتت کنه، اصلا یه جوری اکت کنه که واسه تو هیچ اتفاقی نیفتاده، این به نظر من قشنگه. بستگی به طرف مقابلم. درست. شما نظرتون چیه؟ من نظرم اینی که ببین در رابطه با یه کوتاه راجع به حرف درسته چیز بگم. بعضی موقع میبینی مثلا این قضیه رو هندل میکنی ولی اون شخص خودش انقدر اعصابش خورده و انقدر یه جورایی اذیته که مثلا شاید من دختر با این مسئله که الان مشکل مالی پیش اومده چیز مشکل نداشته باشم، دارم کنار میام زندگی میکنم معمولی و اینا، ولی اون شخص حالش خوب نیست، سر یه الکی و مثلا میپره به آدم، مثلا حالش خوب نیست، یه جورایی رابطه اصلا یه جوری دیگه میشه. برای همین من شاید همیشه میگفتم نه واسه منم مهم نیست و تا الانش هم واقعا هیچ وقت دنبال این نبودم که آقای حتما باید این باشه، ولی یه مدتی وقتی فکر عمیق راجبش میکنم چون از اطرافیانم از مثلا خودم اینو دیدم مشکل اساسی شاید اصلا خود اون پوله نیست. مردا وقتی پول نداشته باشن میریزن خودشون به هم. ماها شاید بتونیم کنار بیایم. به قول دوستا مثلا اگه یه کاری رو هر هفته میکردی بکنیش یه بار در یه ماه یا مثلا همچین چیزی، ولی اونا یعنی شماها چون خودتون بیشتر چیز میشه، من برای همین دوست دارم یه استانداردی حتما باشه، به خاطر اینکه اینو تجربه کردم از اطرافیانم، چیزی که شنیدم دیدم بالانس روحی روانی اون آدم میریزه به هم، یعنی اصلا کلا خودش یه جور دیگه است. برای همین چرا یه ذره ببین خب من چی بگم؟ از نظر من پول برای دختر چقدر مهمه. از نظر تو پول باشه چقدر مهمه خانم پولدار باشه. دختر خیلی
تمام شد. تهش بودم. اوکی. یه خانم خیلی خیلی پولدار. چرا خیلی پول زیاد بریم؟ پول خیلی زیاد چشش. ببین من خودم اگر حالا بخوام الان وارد رابطه بشم سعی میکنم یه حد نصاب پولی رو توی ماه داشته باشم و بعد وارد رابطه بشم و یعنی چون هر چقدر ما بگیم اوکی اون دختر خیلی آدم بسازیه، خیلی آدم خوبیه، اصلا دنبال اینجور داستانه نیست که من میگم اکثریت هستن، با این حال من خودم رو موظف میدونم که یه سری چیزها رو برای اون خانم فراهم بکنم. اگه ببینم نمیتونم این کار رو انجام بدم پس وارد رابطه هم نمیشم باش. ببین خانم‌ها کلا یه سری نیازهایی دارن که باید فراهم بشه از طرف مرد و خب الان بدون پول نمیشه خیلی چیز کرد. ببین حالا من میگم بازم برمیگرده باز سر همون قضیه قبلی، مثلا بگو که همه چی مثل اروپایی‌ها 50-50 هم باشه، شما فقط خودتو باید کری بکنی، اصلا نمیخواد کاری هم بکنی برای اون خانم. البته که من مثلا خودم با این قضیه به عنوان یه ایرانی بزرگ شده ایرانی خب قدم مشکل دارم، ولی مثلا میگم حتی اگه اینطوری هم باشه باز اون شخص خودش ناآرومه توی اون رابطه، همش جنگ روحی تو خودش با خودش داره. اصلا آقایون دوست دارن که این کار رو انجام بدن، دوست دارن که پول داشته باشن و برای اون طرفشون خرج بکنن و وقتی که نتونن این کار رو انجام بدن همین چیزی که شما گفتین کاملا به هم میریزن و این نمیتونن اون یعنی خودشون اذیت میشن. یعنی حتی طرف ممکنه به اون طرف مقابلش فکرم نکنه، داره میگه من خودم نمیتونم انجامش بدم چون با اون کاری که داره انجام میده مرد حس خوبی میگیره، حس میکنه که داره یه چیزی رو فراهم میکنه، برای ارائه دادن. دقیقاً برمیگردیم باز به همون چیزی که قارنشینی و این داستانا. اگه من یه روز میرفتم شکار میکردم نمیتونستم این کار رو انجام بدم، با مثلا مرغ میومدم خونه اذیت میشدم چون 7 بچه داشتم نمیتونستم اینا رو سیر بکنم، پس باید میرفتم با ماموت میومدم فرداش. اگه نمیتونستم فرداش با ماموت بیام دیگه اون وسط یه کلپسی داشتم احتمالاً دیگه. همین بحثی که میخواستم انجام بدم همین الان گفتی، ولی حالا توی دنیای الان کلیتش اینه که از نظر مرد اینکه به نظر من از نظر اکثریت مردان، نمیخوام همه رو بگم، اینه که حالا وضعیت مالی دختر مهم است. حالا از اون ور مثلا چیزی که میبینم جایی که من درک کردم، نمیخوام زیاد دیپ بشم توش چون من دختر نیستم که بفهمم این قضیه. خب برای دختر خیلی مهمتره که از لحاظ مالی طرف مقابلش چه وضعیتیه و خب برمیگرده به همین بحث پرووایدر بودن. اگر طرف نتونه پرووایدت کنه خب یه ماه با طرف دهم میاری، 2 ماه دهم میاری، آقا 5 ماه دهم میاری، خسته میشی از اینجا بعد میگی آقا نمیشه، مگه من چند سال میخوام کنم که بخوام باهاش بسوزم و بسازم. خب مگه اینکه اصلا یه چیز عجیب غریبی، یه کانکشن عجیب غریبی بینتون ایجاد شده باشه که من راجع به اون صحبت نمی‌کنم، کیسای خاصه. آره. ولی بعد یه تایمی میگی که آقا نمیشه دیگه. یعنی این چیزی که من دارم اینه که بالاخره من اومدم وارد این رابطه شدم، یه فانی داشته باشم، یه تایم خوبی داشته باشم، 4 تا خاطره خوب داشته باشم. اگه این پول نباشه نمیشه هیچ کدوم از این. حال رابطه خراب میشه یه جورایی. فقط قدم زدن نیست رابطه، فقط چای خوردن نیست رابطه، فقط چندان جوک گفتن نیست. نگه همیشه، ولی خب یه تایمی ممکنه به وجود بیاد. ممکنه ببین فقط تو با اون چی آدم میگی هم خوشحال باشی، حتی یه قدم زدن ساده. ولی اون آدمه با تو خوشحال نیست اونطوری. ببین اون آدم از درون خورده شاید اونم میشه. خوشحال باشه. نه اون که خوشحال هست. نه ممکنه اونو که آره مسلما ناراحت اون شخص، نمیگم ناراحت نیست، ولی ممکنه که اونم بالاخره باید با این قضیه که برای وقتی همش بخواد ناراحت بشه، وقتی نخواد هیچ تلاش بکنه بلند شه از جاش، خب هیچ اتفاقی نمیفته. من حالا این بحث خیلی بحث عمیقیه. آره خیلی. شما نمیتونی بگی که مثلا این سر کیسای از سر هر کیسی متفاوته. ولی من یه جنبندی میکنم این سوال رو. یکی که از نظر من شما زندگی که پس بلندی داری، یعنی شما وقتی توی رابطه میری یه سری مواقع سخت داری، یه سری مواقع آسون داری و دو تا خیلی سخت داری. آره
و پارتنر خوب اون کسی که بتونه تو این قضیه آدمو ساپورت بکنه. این اصلا بحثش جداست. ولی همین الان مثلا شما حتی واسه منی که مردم اوکی وقتی یه نفری از لحاظ مالی ضعیفتر باشه یا از جزو یه قشر دیگه‌ای باشه، من شخصا ترجیح میدم با اون آدم وارد رابطه بشم، حتی اگه اون آدم تمام انتظارات منو برآورده بکنه توی مسائل دیگه، ولی باز همون قدرت مالیه نشون میده که اون آدم چه چیزهایی رو تونسته تجربه بکنه تو زندگیش و چه چیزهایی رو نتونسته تجربه کنه. اگه من با یه دختری برم که از یه خانواده ضعیفتر شاید نسبت به من بیاد، من اون آدم شاید خیلی حرف زشتیه اینو بخوام بگم، ولی واقعا به جز این کلمه نمیشه توصیفش کرد، یه سری چیزها رو ندیده و موقعی که اونا رو میبینه خیلی بد رفتار میکنه یا برخوردش بده. اوکی. و شما این قضیه مالی به نظر من اینجا به چشم میاد. اگه یه پسری ندیده باشه یا ندید بدید باشه از سمت دخترها، خب شما وارد رابطه باش نمیشید قطعا. یعنی اون قدرت مالی اینو نشون میده. اینم هست. آره. اینم هست ولی یه خورده متفاوت تر شد باز با چیزایی که الان گفته شد، ولی اینم اون قضیه است که البته به نظر من یه آدم حتی اگه یه چیزی هم ندیده باشه رفتارش بازم کاملا تحت کنترل خودشه و میتونه بازم به عنوان یک کسی که براش اون اکسپریانس جدید هستش یه رفتار خیلی معقول و متعادل داشته باشه. ببینید مثلا شما یه مثال خیلی ساده میزنم که جا بیفته واسه همه. شما یه نفری توان اینو نداشته که مثلا به یه رستوران 5 ستاره غذا بخوره، که یه رستورانی بره که گارسون بالا سرش باشه و مثلا هر چی بخواد و بگه، یا مثلا تو اون شرایط مثلا همش رفته هات داگی و فست فودی و فلان، وقتی میره اونجا بلد نیست برخورد بکنه. خب اون تجربه اون دیگه دست خودش نیست که بتونه کنترل کنه، اصلا بلد نیستش و برخوردی تا حالا نداشته و نمیدونه چه جوری باید اون سیچویشن رو هندل بکنه. اینم آره. ایناست به نظر من. منتظر بقیه‌اش بودی؟ چرا بقیه‌اش نیست؟ ویدیو طولانی بود، 2 پارتش کردیم. پارت بعدی هفته بعد میادش. منتظر باش.